در عزیز اول همسرت را امر کن. وقتی که تو شوهر هستی همسرت را امر کن تایی که همو فرزندانش از مادرشان الگو بگیرن. اگر که مادر به حجاب باشه فرزند از مادر چی می آموزن؟ پدر عزیز مسئول استی که به دخترانت امر کنی حجاب اسلامی را مراعات کنن. تو نمیتونی بری تیکه سیاه را بخری و به زور بیاری در سر او بپوشانی تا زمانی که به او نفهمانی که پروردگارش به او چی امر کرده. پروردگار خوبی او را میخواه. وقتی که او نفهمه پس چه قسم میتونه حجاب بسر کنه؟ میگه پدرم مرا چی میکنه؟ قیدگیری میکنه، سختگیری میکنه. ببینید پروردگار میفرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک. بعد از اینکه به همسرت گفتی باز به دخترانت بگو. و دختران بدون شک از مادرشان چی میگیرن؟ الگو میگیرن. و نساء المؤمنین. بعد از اینکه خانواده خود را اصلاح کردی مسئولیت درباره زنان مؤمن است. زنان مؤمن را بگو که یدنین علیهن من جلابیبهن. اونا صورت خود را با جلاب بپوشانن. ببینین وقتی بحث از حجاب میشه صورت مطرح نمیشه. صورت زن حجاب نیست. حالی اگر زن صورت خود را زینت خود را نمایان کنه پس دیگه او حجاب او چی فایده داره؟ وقتی